مهمان ناخوانده 3 روزه ما که 30 روز طول کشید. بریم ببینیم تو این 30 روز چی گذشت. دوستان این عقاب نازنین کلاغا زدن انداختن توی استخر. میخوام برم نجات بدم، تنهایم هستم، میخوام نجاتش بدم. حالا نگاه کنید باید با چه شرایطی بتونم اینو نجات بدم. همین الان کلاغا زدن انداختن پایین، حیوان داره غرق میشه. خدای خودت کمک کن موفق بشم، حیوان داره غرق میشه. بیا اینسان، بیا اینور، بیا 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 برو بتونم برم پایین، شاید نجاتش بدم. گناه حیوان همونجا واستا، حیوان جون واستا اینجا، من بتونم بیام پایین که خوبه. یک ذره کم میارم. چیکار کنم یا خدا. خب نازنین گرفتمش. بچه عقاب بوده، کلاغا حمله کردن زدن تو آب. چقدر خوشگله، ببینید زیبایی حیوان نگاه. حالا باید ببرم بهش گوشت بدم سرحال بشه، بعد آزادش کنم. خب برای اینکه بتونم راحت اینو جابجا کنم حتما باید تو یک کارتون یا یک قفسی چیزی باید بذارم که به این صورت وحشت میکنه، گناه داره. بریم یک کارتون درست کنم براش. عقاب خوشگل جان تو ناراحت نشو، الان برات درست میکنم. خوشگلی نگاه، آخ چقدر نازه. بریم جان، بریم من یه قفس برات درست کنم، یه خوشگل جا برات درست کنم که بتونم نجاتت بدم. باید خشک بشی، گرم بشی. خدایا حیوان شانس آوردم بودم و یه کارش تمام بود. این سلام بزن دو تا سوراخ میگیرم، سلام کن کافی چیز رنج این کافی میشه خیلی اون نفر چلو این نماز کنم این داره آقا میشه آقا میشه اینجا یه بزن موزه میذارم تموم کردم. بزنم اینجا بمون یعنی گوش نخوشیه سرش میاد اینجا چه خوشی یک کلمه کنی اینم میگه نازنین اینم دلیه بالا سر تاریخ خوشی چیز دارم خودم لازم خودش میگم نازنین داره سلام خطور چرا از تو کافی من نمیفهمم نمیدونم چه خاصی کنه بود بود سلام خافی چطورش سلام مثلا چی چی خب من قبل از اینکه اصلا اینو گره بزنم نشون بدم چه وضعی داره حیوان. کاملا خودش انداخته رو زمین. ببینید عزیزان حالش خیلی بد، خیلی آخ اینو نگاه کنید، این کلش انداخته رو زمین. ببینید داره چرت میزنه، خیلی حالش بده. الان میبرم خونه بهش کاملا میرسم، بعد دوباره میارمش. خب دوستان عزیز اینم ببرم داخل بذارم گرم بشه. بعد دوستان اینم وضعیت شاهین خوشگل ما، کاملا بهبود حاصل شد. الان اومدم که آزادش کنم، فقط چون اینا به صورت طبیعی بزرگ شدن نمیتونیم دست بزنیم، سریع بر میگرده، هم چنگ میزنه هم نوک میزنه. به خاطر همین چون خطرناک و هم آسیب احتمال داره بزنم، به همین صورت در جعبه رو باز میکنم و پرواز کنه بره به دل طبیعت. چون حیواناتی که به صورت طبیعی رشد میکنن و به صورت وحشی بزرگ میشن واقعا خطرناکه کار گرفتنش و دست زدنش. اینا هم خیلی قویان، چنگالاشون واقعا قویه. یک لحظه من میخواستم بگیرم، به شدت این انگشتم فشار داد، الانم خونالود شده. حالا میخوام به همین صورت آزاد کنم بره. آماده باش پرواز کنی بری با امید خدا. بیا اینجا، اینم خوشگل. حالا بیا بالا، بیا. اینم
سلامتی. بیا برو جوجوی خوشگل دیگه، بپر برو. بپر 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 برو. اگه میخوای بپری برو دیگه. حالا اگه سالمی پرواز کن برو. برو جوجو جان برو. رو به اونور میگیرم که به این سمت نشه. برو بپر. آفرین آفرین. ای آسیب دیده احتمالاً. احتمال داره آسیب دیده. این احتمال داره آسیب دیده. جوجو احتمال داره آسیب دیده، نمیتونه پرواز کنه. پاش فکر کنم زخم، شرایط خوبی نداره. بیا بیا این جوجه خواب حیوان. بیا پایین. بیا جوجو. جوجو جون بیا پایین. بیا پایین جوجو بیا پایین. یک جا آب بیارم. بیا گوشتم برات آوردم نخوردی. این آسیب دیده حیوان. یه احتمالا نتونه بره. کلاغا با سرستا دارم میکنه دیگه، دوست نداره بره حیوان. فکر کنم به شدت آسیب. پاش به نظرم زخمی ها. بیا پایین بیا پایین. بیا جوجو بیا. بیا نری اون برا. نگاه کلاغا ریختن. دیدی؟ این میکروفون برداشته که دوستان، اینم شاهین ما دیگه. امروز آوردم آب بخوره. دیروزم 2 بار آزادش کردم. متاسفانه کلاغا بازم حمله کردن، زدن زمین. رفتم از بالای کوه آوردم دیگه. بعد از این میخوام یک مقداری بهش برسم، سرحال بشه، بعد آزادش کنم بره. این کم کم عادت میکنه. اگه دقت کنید به راحتی داره آب میخوره. غذا هم امروز دادم، کلی گوشت بهش دادم خورد. کم کم داره عادت میکنه. اولاش خیلی ترسو بود، خیلی میترسید، ولی الان شرایطش خیلی بهتر شده دیگه. کم کم دارم بهش دست میزنم، نوازشش میکنم. گوشت از دستم میخوره. انشالله دیگه میخوام نگهش دارم که کاملا سرحال شد، بعد آزادش کنم. صدای کلاغا که میاد سریع حواسش به این ور اون ور جمع میشه که یک موقع حمله نکنه. کلاغا در برابر شاهینا واقعا خیلی نامردی میکنن. دست جمعی حمله میکنن و به این صورت مخصوصا جوجه‌هاشون از پا در میارن. امروز هم آب خورده، هم کاملا غذاشو خورده. بعد از این رو به بهبوده. به منم کم کم داره عادت میکنه. همینطور که ملاحظه میکنید قشنگ کنار من میشینه و حس خوبی دست میده. میخوام تو چند روز آینده کاملا بهش برسم، کاملا شرایط ایدئالی که داشته باشه، بعد آزادش کنم. یک مرحله آزادش کردم، دوباره کلاغا هجوم آوردن، زدن زمین.
تقریبا چند کیلومتر اونورتر بالای کوه رفتم، دوباره گرفتم آوردم. چون اگه نمی آوردم 100% اون تعداد کلاغی که رو سرش ریخته بود از پای در می آوردن، چون این هنوز بالغ نشده، به صورت جوجه هست. دقت کنید الان دیگه کاملا به این شرایط عادت کرده و حس خوبی بهش دست میده. روزای اول اصلا نمیتونستم بهش نزدیک بشم، فقط یک نخ به پاش بستم که اگه یک زمانی خواست فرار کنه، مثلا مسافتی رو پرواز بکنه، بتونم کنترلش بکنم. بعد از اینکه کاملا بهبود پیدا کرد آزادش میکنم و به دامن طبیعت برمیگردونم. دوستان عزیز، این شاهین روز اولی که نجات دادم حالش یک مقداری بهتر شد. به منابع طبیعی زنگ زدم، خواستم ببرم تحویل بدم، گفتن 3-4 روزی تعطیلات ما حضور نداریم. تصمیم گرفتم خودم نگه دارم و کاملا بهش برسم. الانم شرایط ایدئالی داره، روز به روز بهتر میشه. الان که دقت میکنین دیگه راحت کنار من به این صورت میشینه و هیچ استرسی نداره. الان دیگه میتونم راحت نوازشش کنم. خب حالا بریم چند دقیقه رو میز بذارم بشینه. امروزم داریم پلو درست میکنیم، انشالله امشب کنار ما مهمون مایه، به این صورت میشینه و شریک غذای ما هست. اینم جوجوی خوشگل ما. خیلی حس خوبی داره، واقعا حس خوبی داره وقتی یک موجودی رو نجات میدی در حال مرگه، واقعا حس قشنگی داره. یکم حالا برو عقب. اینم از این میخواد پرواز کنه. بگیر. کلاغا رو ببینید، هجوم آوردن رو سر شاهین بیچاره. دقت کنید به این صورت، همین که آزاد کنم سریع حمله میکنن و میزنن رو سرش. دقت کنید اینا رو، دقت کنید چقدر کلاغ اومد بالا سرش. ببینید راست میاد حمله میکنه. ببینید مذاکره. کلاغه ببینید. دوباره آمد. اومدن. ببینید از چه نزدیکی دارن رد میشن. اینم شاهین نازنین ما، تقریبا 1 هفته کنار مایه، کاملا عادت کرده به ما، بسیار آروم. هر روز براش غذا میارم، آبش مرتب میخوره و به این مرتبی خیلی عالی سرحال و خیلی وقتا پرواز میکنه. فقط یک تناب یا نخ به این صورت بستم که فرار نکنه، چون 1-2 بارم اتفاق افتاد رفت. دوباره کلاغا هجوم آوردن، زدن زمین، مجدد رفتم آوردم. کاملا دیگه آرامش داره، با نوازشی که میکنم آرامش میگیره. جو این چقدر آرامش داره. الانم غذا بهش میدم که بخوره کیف کنه. فقط لحظه‌ای که میخوام بهش غذا بدم نگاه کنید، کاملا حالت
تهاجمی میاد غذاشو برمیداره. اینجا بذارم. حالا من غذاش آماده کنم. دقت کنید. بیا. کاملا تهاجمی، کاملا حمله ور میشه. کاملا تهاجمی میبره کنار رو، به این صورت میخوره. حتما باید یک گوشه بره که با آرامش بخوره، چون فکر میکنه که من میخوام غذا رو از دستش بگیرم. ببینید چه حسی داره میده بهش. اینو بگیر، همینجا وایستا بخور. چند تا تیکه غذا براش گوشت بیارم. این نایلون گوشت مرغ بذارم جلوش. ببینید چه حالت تهاجمی. بردار بخور، حالا لذت ببر. بخور کیف کن. بهترین چیزاشو میچینم میخورم. چه اوحتی داره. پنجهاش همچین روی گوشت فشار میده که جای نرم گوشت میخوره. اینم از ابهت شاهین ما دیگه. کاملا غذا میخوره، حالت تهاجمی به سمت غذا میاد. هر روزم به این صورت میارم. بیا یواش 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 یواش. بیا اینم نگاه، من برای تا آوردم. چه خبرته؟ خواب بیا یواش یواش. بیا